با سلام دیگر باره با کاربران بینیت عزیز رادیو آزادی. متاسفانه بنابر پیش آمدن مشکل اینترنت ما 6 دقیقه دیرتر صحبت امروزه خودمان را آغاز کردیم و طور میبینید در اروپا نیز بعضا مشکل اینترنت پیش می آید، ولی فکر میکنم حتما سرخط خبرهای روز را از رادیو آزادی خواهید شنید تا اینکه بعد از 3 ساعت دیگر بازم در پخش مستقیم برنامه خبری در آزادی ویدیو برنامه را تماشا کنید. خب اگر 100% آزاد شد بعد باور میکنم این سخنان مادری شراف‌الدین گدایف است که میگوید از وضعیت با عمل آمده خسته گشته و فشارش بلند شده است. با گذشت 8 روز از بازگشت اختیاری شراف‌الدین گدایف به تاجیکستان، نوارهای زید و نقیض با اشتراک او نشر شد که این قضیه را باز هم پیچیده تر میکند. هنوز معلوم نیست که این بازگشت او تا کجا اختیاری و یا مجبوری بود و فعلا در کجا به سر میبرد. در همین حال وزارت امور خارجه هلند میگوید این ساختار راههای کمک به شراف‌الدین گدایف را اندیشه دارد و این قضیه را از نزدیک پیگیری میکند. خب در برنامه خبری نیز ما نیز به این خبر توجه خواهیم کرد. گوشت فروشان بازار مرکزی نویای فرخور با نشان اعتراض در دکان‌های خود را بستند. این حالت 4 روز پیش بعد یک قرار نظارت انداز ناحیه برای نصب به قیدگیری و نظارت ماشینه نظارتی خزینوی صورت گرفته است و گوشت فروشان فرخور میگویند که در صورت نصب ماشینه نظارتی آنها مجبورند که همه مبلغ درآمدشان را به انداز سپارند و دیگر زندگیشان را پیش نبرند. صاحبکاران میگویند که از همه گوشت ارزان در نویای فرخور است، ولی آنها اندازی از همه بلند را در منطقه میسپارند. گذشته از این به گفته گوشت فروشان در صورت ادامه چنین حالت بیشتری آنها مجبورند که کارشان را بس کنند یا اینکه نرخ گوشت را بالا برند تا فایده به دست آورند. خب چون و چرای این موضوع را شما میتونید در برنامه‌های ما تماشا کنید. مرگ در غریبی، یکی در عربستان سعودی، دیگری در امریکا. روز 19 فوریه یک ساکن 70 ساله که به حج عمره رفته بود در شهر مکه درگذشت و ظاهرا رسیدن به خاک وطن دیگر به اون نصیب نمی کند، در حالی که در همین وقت در قاره دیگر دنیا کلرادای امریکا یک مردی 58 ساله تاجیکی برای دیدار فرزندش رفته بود نیز افتیده است. برای فرستادن جسد به تاجیکستان که گران است، تاجیکان مقیم امریکا دست به کار شدند. رای میخواهی یک بوسه بده و یا زنان داوطلب به کرسی پارلمانی در افغانستان با چه تحقیرهای روبرو میشوند؟ سال گذشته در انتخابات پارلمانی افغانستان 480 زن در بین 2500 داوطلب برای دریافت مقام وکیل مردمی تلاش ورزیدند. بسیاری از آنها میگویند در این معرکه با بدرفتاری مردان مواجه شدند. تفصیلات را شما بعد از 3 ساعت در برنامه خبری میتوانید ببینید. زلزله‌ای که 5 سال پیش رخ داد نه تنها اون زمان منزل دهها ساکنان وحدت را خراب کرد، بلکه به زندگی بعدی آنها نیز مشکل وارد نمود. شاید کم کسانی تصور میکنند که چگونه در جای میتوان زندگی کرد که نه آب دارد، نه مکتب و حتی نه مزارع برای گرویدن میت. ولی ساکنان دهه نوبنیاد استقلالیت نویای وحدت را سالهاست که چنین شرایط دنبالگیری میکنند. آنها در چنین شرایط زندگی میکنند و میگویند نمیدانند که این احوالشان تا به کی ادامه خواهد کرد. هنوز ماه نوامبر سال 2013 در 11 دهه جماعت شهری وحدت زلزله رخ داد که بعداً طور همکاران نمودیدن زندگی ساکنان را به دیگر سمت برد و این گزارش رو شما میتوانید همین گونه در برنامه‌های رادیو آزادی تماشا کنید. البته ما موضوعهای زیاد داریم برای امروز باید بگم و هر موضوعی که در برنامه امروز جا نشد ما فردا در نوید بامدادی حتما برای شما اون رو پیشنهاد خواهیم کرد. از این خاطر برنامه‌های ما رو تماشا کنید و بعد از 3 ساعت دیگر فراموش نکنید که در آزادی ویدیو ما با شما ملاقات داریم در برنامه خبری.